در زمان این رژیم که فریاد می‌کردند که آزاد زنان و آزاد مردان، چه فعالیتی زنها داشتن. فعالیتی که ما از زنها می‌دیدیم این بود که چند تاشون جمع بشن برن سر قبر رضاخان، اونجا تشکر کنند از اینکه ما را آزاد کردی. چجور آزاد کردی؟ فکر نیستن که چه آزادی اینها بهشون اعطا کردن و تا چه اندازه اینها میخواستند زنها یا مردها آزاد باشند. بله، اونها یه آزادی را میخواستند. حالا هم این اشخاصی که قلم دستشون است و بر ضد اسلام و بر ضد روحانیت چیز می‌نویسند، همین آزادی را میخوان و اون آزادی است که دیکته شده است از غرب برای به فساد کشیدن جوانهای ما، زن و مرد. آزاد باشن زنها برای اینکه در مجالس اون طوری که تشکیل میدادند و داشتند در حضور چشمهای ناپاک مردها اون وضع را درست کنند، هم خواهرهای ما را به فساد و تباهی بکشند و هم جوانهای ما، مردهای ما را به تباهی بکشند. اینها میخوان که همه فحشا آزاد بشه، همه فحشا آزاد.